پورهای سن یک تیره هستند، تحرک خاصی ندارند، تغذیه آنچنانی هم ندارند. پورهای سن دو رنگ هستند و تغذیه اونها شروع میشه. تغذیه پورها از این زمان شروع میشه. پورهای سن 3 و 4 و 5 عمده خسارت رو به مزارع ما میزنند و تمام سن‌زدگی ها از این سن پورگی شروع میشه. بهترین زمان سمپاشی علیه پوره‌های سن گندم زمانی هست که عمده پوره‌ها در سنین 2 و 3 باشند و تعداد اونها به حد نرم مبارزه رسیده باشه. این زمان و این تعداد رو کارشناس با تورزنی میتونه برای شما مشخص کنه که با دید باز و با حد اکثر اثر بتونید پوره‌های سن رو کنترل کنید. اگر پوره‌های موجود در مزرعه شما به سنین 3، 4 و 5 رسیده باشند، شما 100% خسارت کیفی رو خواهید خورد و گندم شما توسط مراکز خرید تحویل گرفته نخواهد شد. با کیفیت ترین سموم و بهترین توصیه ها رو میتونید از فروشگاه مزرعه دانش داشته باشید.